باز هم سلام به آنهایی که ما را از آن طرف اکران تماشا کرده ایستادند. بینندگان عزیز و ارجمند، یادآور شدنی هستیم که امروز روزی چهارمین کاری ما در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه و مس امروز برای ما میسر گردید که با یکی از چهره‌های رمزی کشورمان هم صحبت شیم. یکی از چهره‌های شناخته ترین هم تئاتر و هم کینو، قربانی صابر. استاد السلام علیکم. سلام علیکم. با شما یک سلام آتشین آوردیم از مخلصانی که در خوجند عمر به سر میبرند و همیشه با شما هستند. سلامت باشید. تشکر. زنده باشید. از دیدارتون بینیت شد هستیم. تشکر. منم خیر. من بدون تعجب گفته میتوانم که دیدار شما رو، صحبت شما رو مخلصان خوجندیتون پزمان شدند. خدا را شکر. اگر خیر باشه. سلام، درود بر همشون. سپاس بی پایان. استاد من تشکر میگم که وقتی پرقیمت خویش رو برای ما ارزانی داشتید. زنده باشید. میارزه که باید وقت استثنا کنیم و بیاییم در کنار هم باشیم. سلامت باشید. استاد تمام این روزها با چیکار رو مشغول هستید؟ در تئاتر یک نمایشی را بخشیده به 30 سالگی استقلالیت کاراندازی شده است، روی صحنه آورده ایستادیم و من یک سهم خرد دارم، اما در هر صورت این وقت و سلامتی میخواد هستیم. مشغولیت همین است. خدا رو شکر. بجز این بازم کارهای شخصیم هست، خواندن کتاب ها هست. من واقعا همین شب و روز در قسمت 8 شاهنامه، من 3م بار است که شاهنامه را میخوانم، چون یک کاری هم از روی شاهنامه انجام داده ایستادم، یعنی من و شاهنامه. برای همین حاضر در قسمت 8 شاهنامه قرار دارم. قریب 4 ماه شد، یعنی پس هم. و البته کارهای زیاد داریم در میانه ها، مثلا ترجمه فیلم ها هست، خب اینستیتوت هست، تئاتر هست. نمیشد که همه یعنی یک باره نمیشد فرا گرفته، بعد آدم خسته هم میشد. کتاب خیلی کتاب بزرگ است. درباره کتابخوانی حرف زده ایستادید. ما باید چیکار کنیم که همین جوانان، نورسان کتابخوان شوند، دوستدار کتاب شوند؟ چیکار کنیم استاد؟ امروز همه وارد اینترنت هستند. اکی لطف الله خاطر گاه صحبت میکنیم در این باره، صحبت میکنیم و فرض کردیم موضوعی فرض کردیم آمدنی بیننده به تئاتر است و بعد میگیم شرط است که همین مردم مجبور کنیم بیایند. و بعد یک اصطلاح داره، همه وقت استفاده میکنه که لطف الله میگه که اگر فرض کردیم همین فرزندای خودمون سحر نگیم که بخیز، یعنی در حتی در لحن گفتارمون یک کمک سیاست نباشه، نگیم که خیز پسرم، بلند شو، لباس پوش، نمیپوشه، نمیخیزه. یعنی این همین گواه حال همه خواندن ها است. به سوال تو برمیگردیم. یعنی اگر نگیم که خیز، نگیم که خان، نمیخوانن و بعد خان گفتن قطعا بسیار وقت نمیخوانن، یعنی میگن خب اما کار خودشون نمیکنن. بازم اینترنت است، چیزای سبکتر است، امکانات های دیگه است، نمیرن کتابخانه میگیرن همه اینفورماسیون که همون روز درباره دنیا و زمان و وقت است از اونجا پیدا میکنن، دیگه نمیرن. اما کتاب خواندن یعنی ما یک گونه به بچه هامون، به فرزندامون، یعنی این مناسبه، این مراجعت من به پدر و مادرها هست پیش از همه، یعنی به فرزندامون یک کاری کرده فهمونیم که لذت کتاب خواندن دیگر است. این اینترنت نیست، این دیدن فیلم نیست، این تئاتر رفتن هم حتی نیست. این لذت دیگه داره که این آدم نباید خودش از این لذت محروم سازه و برای این هر کس میتونه یک تجربه کنه. یک بار یک کتاب خوبه اگر خواند، دوم بار خواهیش پیدا نشد برای خواندن کتاب، پس بگذار نخوانه. اما اگر این خیلی مهم است که کدام کتاب میخونه آدم، یعنی کتابی هست که خب تخصصی است، کتابی هست که فرض کردیم علمی است، فرض کردیم کتابی هست که خاطروی است. اما کتاب های هستن در دنیا، رابینزون کروزو مثلا، یا سرگذشت شاهزاده و گدا، با چی سواره بی سر. این کتابایی هستن که اگر یک بار خواندی دیگه نمیتونی کتاب نخوانی. یعنی من توصیه میدادم که این خیلی کتابا رو اگر بگیرن بخوانن،
دیگه اگر این لذت یک بار چشیدن آدما کتابخوان میشن دیگه، یعنی دیگه کتاب از دستشون رها نمیکنن. дар аввалҳои суханрониятон бобати саломатиам каме истода гузаштед. уман шуда буд ҳолатҳое ки шумо бо ягон киностудио шартнома доштеду, вале саломатӣ ба шумо даст надод ки ба майдони навор ҳозир шавед, нақш офаред? خب ҳамин гуна ҳолатҳо буданд? نه اینکه بود بلکه حالا در خندم از روم نیست شد. حالا چرا من یکی از بزرگترین قراردادهای زندگی من با بیماری از دست دادم. یعنی بیماری، خب یعنی خود من ناراحت حس میکردم، روحانیتم خوب نبود، مسئولیت زیاد بود، فیلم بسیار فیلمی بزرگ و سریال بود و بسیار معاش خوب داشت، بسیار یعنی بهترین قراردادی من در زندگیم همون بود. اما بیماری و بخصوص همین خواب نرفتنی که امروز کمک من اسارتش میکشم، این ایران خطی بود و من نتونستم و فیلم پرتفته خسته آمدم. هرچند بعد بازم میسر شد در دیگه فیلم ها هم نقش داشتم، اما در مناسبت با من هنرمند و یعنی سلامتی همین گونه قصه دارم خیلی تلخ، اما حالا هم اسارتش در من هست. چرا بعد این قرارداد، بعد این کنترکت بگیم خیلی من میتونستم کنترکت های دیگه هم پشت هم باید میشد، اما من سلامتی واگذار کرد که همین کار نشد. این کدام سال بود دوستان؟ این سال 1995. 1995. بله، اون وقت من خیلی جوان بودم، خیلی این ریشام سیاه بود. аз бар кардани либосҳои зебо ва хушсифат барои мардон таровату ҳаловати нотакрор мебахшад. калонтарин мағозаи либосҳои мардонаи асл дар шаҳри хуҷанд аз навгониҳои баҳории худ хабар дода ба хотири эҳсоси рангин ва хушҳолии шумо беҳтарин намудҳои либосҳои мардонаро аз брендҳои машҳури туркӣ пешниҳод менамояд. лаззати табиати зебои баҳорро бо либосҳои босифати мағозаи асл таҷриба намоед. аслӣ будани либосҳоро мағозаи асл кафолат медиҳад. имрӯз шумо аз тамошои баъзе ҳунармандои ҷавон ба ташвиш меоед ё механдед ки кани ҳунару кани истеъдоду? همین مدت 10-15 سال اخیر فضای هنری در مملکت کاملا اداره نمیشد. من نمیگم که حالا اداره میشه، شاید اداره میشه، شاید نمیشه، اما در هر صورت یعنی همین مثل یک میدانی بود که هر کسی که بخواه وارد میشه، هر کسی بخواه از اونجا بیرون میشه. این باعث شد که یعنی ببینین کینا، سینما یک چیزی سطحش خیلی بلند است. 4 تنگه جمع میکنن میرن. واقعا من در نظر دارم همون بچه‌هایی که میرن روسیه، نمیدونم هر کجای پول جمع میکنن و میخواهن تعجیلا بیاین این پول استفاده کنن در روز بعدی از خواب برخیزن که میلیون ها اونها رو میشناسن و خیال میکنن همین گونه عملی میشه، اما این گونه نیست داخل. بله. این گونه نیست. یکم پولی آنها که جمع کردن 10-15-20 هزار دلار قطعی نمیشه فیلم خوب ساخته. 10-15-20 هزار دلار مثلا برای اونهایی که در همه جبهه های کاری در سینما در دنیا کار میکنن، 1 ساعتی نه کاری فرض کردیم یک شاید کدام یک گروه هست، 1 ساعتی نه کار یا 10 دقیقه نه کاری که اونا انجام میدن. پول یک رفت و آمد نمیشه، پول خورد و خوراکی 100 آدم نمیشه اون پولی که اینا صرف میکنن. اما با 10-20 هزار مبلغ میخوان یک بار به اوج زنن که هم خودشون سری ضربه میمونن خودشان، یعنی در پیشون در فرق سرشون مشت میآید، میگن این چی کاری هست که تو کردی. متاسفانه با کشیدنی همین خیل کارها ما را استفاده میکنن، در میان میارن. و من بارها بود که فرض کردیم به همین خیل فیلم ها دعوت میشدم، گنراری که هنگفت است فرض کردیم من میگم که روز کاریم یعنی یک مقدار پولی را نام میبره که و یا بگن که نه ما این کارا نمیتونیم، زیاد میگو یعنی اما متاسفانه اینا با کشیدن فرض کردیم چهره های چون من با چند نفر دیگه میخوان که در دعوا کنن و گوین که خب دیگه قربان صابر هست اینجا یا که مثلا فلانی هست اینجا. آدمای تصادفی زیاد وارد شدن
در ما زیاد وارد شدن. هر جا میبینیم اینش فیلم میگیرد ویش فیلم میگیرد. اکثری اونا که وقتی میاین پیش من مراجعت میکنن، من میگم تقریبا به همین لحن میگم که تو سمالیات های کده میتونی؟ میگن نه چرا؟ چی معنی داره یعنی سمالیات؟ من میگم تو حالا آمدی میخوای بگویی که بشین من سمالیات من های میکنم میریم. تو کینو نه، یعنی فیلم ساختن این هنر است، این یاد گرفتن در کار. این الفبا داره ا ب و یو تا یا، این اول یاد گرفتن در کار است، بعد فیلم ساختن سینار نویسی رو یاد گرفتن در کار. برای آن که فیلمنامه نویسی هزاران فیلمنامه خواندن در کار، هزاران کتاب خواندن در کار. اینا حتی میان حرف کلان از خورد اسم خاص از جنس فرق نمیکنن و بعد فیلم میگیرن. یعنی من موافق نیستم قطعی اونا، اما موافق نیستم اونا رو نمیشه که پران داخل. اونا رو راهش هست که گفتم، یعنی ما فیلم های حرفه‌ای ها متصدی های تاجیک فیلم وطندارا، یعنی هممون باید ننگ و ناموس داشته باشیم، باید مبلغ جدا کنیم و فیلم های خوب سازیم و پیش اون فیلم های برک و فچ و لنج باید بگیریم. اما از بس که فضا خالی است هیچی، ما فیلم های خوب نداریم. اونا موفقن، اونا هر روز میتونن فیلم بگیرن و بگن که دیدین اینا فلان فروش رفت، فلان آدم دید، میتونن بگن، حق دارن. استاد پوشیدن است که در ما یک نفر اگر در فیلم گوییم هم به عهده دارد وظیفه کارگردانی رو و هم پوشیدن است که در فیلم هایش خودش نقش میآفرد. از جهت متخصصی همین درست است یا نه؟ کاملا نادرست است. محیدین مظفر یکی از کارگردانای موفق سوخت سینما است. خب دیگه این طرف نمیم، اینجا دیگرها هستن، بیاید همین حل و فصل کنیم. در آغاز کار فرض کردیم در فیلم های اولش محیدین یعنی از بس که جوان بود خیلی میخواست این خرگوش هم قپد ویش هم قپد ویش هم. من از بس که استادش هستم و میتونم این حرف گفته، یعنی هیچ رحم نمیکنم به حالش. من گفتم که نکن این کارا، نکن. چخیل تو هم اینجا بازی میکنی هم تو کارگردانی، نمیتونی این کار انجام داده. اما برای اینکه خماری هنری شکنن، مثلا همه احتمال هم محیدین هم خودت الدر رزنف گفتن یک کارگردانی روس بود که فیلم های خیلی مثلا گراژ و دیگه فیلماش موفق ترین فیلم های روسی است و اینقدر کمی داره خوب کار میکرد این آدم. و در همه فیلماش در کجای مثلا یک کسی خواب رفته است، از یادش رفته است که مثلا الکتریچکا رسید، یا در کدام یک نمیدونم کافه کجای خوابش برده، همین خیلی رولای ناچیزه مثل امضا برای فیلم خودش میگیره. این هم خمار هنریش میشکنه و هم یادگاری در این فیلم یک پاره از کار خودش اونجا هست. انا اینه میگن عاقلی، انا اینه میگن سعد. اما اگر مثال دعوا کنی که حالا در آغاز کار بچه ها خیال میکنن که مؤلف بوده هم میتونن، کارگردان بوده هم میتونن، بازیگر اول هم بوده هم میتونن و این نمیشه. این خیلی این وقت این نمیشه. یک کار اصلا یک کار گرفته درست انجام دادن. همین در نمیدونم 10 سالهای آخر یک حدود 15 سال این طرف هزاران بار بود که به من پیشنهاد کردن که فیلم مان پولای کلان هم دادن، بیا نامشون رو نمیگیریم. هرچند اگر کسی در کار باشه من نامشون هم گفتم میتونم که پول دادن، گفتن اون برای اون وقت پولی کلان بود که فیلم مان. من گفتم نه، یکی از سبب‌های مهمترینش همین بود که هر کس باید کار خودش کنه. یعنی من اصلا کارگردانم هستم، من خیلی نمایش‌های تئاتری روی صحنه آوردم، یعنی در بسیار فیلم‌ها دستی من هست. یعنی جاهایی هست که من با افتخار میتونم بگم که همینجاش دستی من بود. من میتونم این کار از دیدن و از بسیار کار کردن در همین ساحه من میتونستم که این کار رو انجام بدم، اما نه آخر هر کس کار خودش رو باید انجام بده. استاد یک 5 هنرمند رو اسم و شرفشون رو ویرد زبان می آوردید که هنرنمایشون شما رو قانع میکنه و شما راضی هستید. 5 هنرمندای وطنی همون رو در خانه من
مثلا در همون جایی که من دایم میشینم از این طرف و پیش روم 3 هنرمند هست که من عکسشون گذاشتگم. یکیش محمود واحد است، یکیش فاروق قاسم است، یکیش عطا محمد جان. یعنی این هنرمندایی بودن که در زندگیم همه وقت من میخواستم که کارم، رفتار، گفتار یعنی خیلی نزدیک به اونها باشه. یعنی این سطحی بلندی هنری که اونها داشتن من میخوام که اقلا حتی از نگاه تقلید کمک شبیه اونها باشه. اگر حتی این در واقع نباشه هم از نگاه تقلید اقلا با اونها نزدیک باشه. اما دنیا یک مرام نیست. یعنی بگیم که امروز شعر تمام شد، یعنی ما ملت هستیم که شعرزاییم، یعنی بگیم امروز شعر تمام شد نمیشه این گپا گفت. مادرها حتما تولد میکنن بازم شاعرها و اگر این شعر به تئاتر به هنر تبدیل تیم، یعنی هیچ ممکن نیست که ما داشته باشیم فاروق قاسم، عطا محمد جانوف و محمود واحد که بازم خیلی های دیگر داریم. یعنی اینا نفرایی هستن که برای من از همه نقطه بلندترین ایجاد است. مگر حبیب الله عبدالرزاق خدا رحمتش کنه هنرمندی کم است. خیلی داریم ما اینا را داریم اما اسمشون رو نگفتم. اما امروز من میگم مادرای نازنینی ما هم تولد کرده بودند که حالا هستن پشت سر ما، هم تولد خواهند کرد. این ملت هرگز به شاعر نخواهد ماند، این ملت به هنرمند نخواهد ماند. هنرمندای خوب در کنار ما هستند. اما حالا با گرفتن نام این 3 نفر من اکتفا میکنم، نامای بعدیشون نمیگم چرا که میتونن برنجن کسایی که فرض کردیم چرا نام مرا نگفت. استاد عزیز، عموما در برابر گویم نقش آفریدن در فیلم ها، در برابر تئاتر، در برابر درس دادن با گویم جوانان یگان تجارت هم داره دوستو؟ یگانه چیزی که فرض کردیم من کاملا باید بگم ندارم همین تجارت هست، نه این چیزا ندارم. اما مثل خوابی شغلای خیلی زیادی هست که من اونا را انجام میدم. مثلا یکی از شغلام نوشتن است که چند کتابم چاپ شد. حکایه های بسیار خرد می نویسم. زمانایی که بیکار فرض کردیم اگر کارهای هنری کلان یا در تئاتر یا سینما که نباشه، آدم که بیکار مونده مشغول باید چیزایی شوید. من و تجارت خب یک دنیای کاملا زمین و آسمان بده. گاه با فکرتون هم نآمده است؟ نه هیچ وقت. استاد پیوندان شما در کدام شغل ها هستند؟ خب خدا را شکر من صاحب 4 فرزند هستم، 3 تا دختر و 1 پسر. قریب اکثرا بجز آخراننگی سروش همشان 3 نفر اول 2 دیپلمی داشتن. یعنی هر کدامش یک اختصاصی را پیش رفتن و بعد دیدن که خب یک گونه زندگی طلباتش دیگر است، پای اختصاصی بعدی شدن. همین خیلی یعنی دخترچی کلانی منیره اصلا اینستیتوت زبان ها رفت انگلیسیش خیلی خوب بود. یعنی اما بعد حالا سمت اقتصادی رفت و این در این جمع یعنی موفق است، کارش خوب است. پسرچم فریدون یعنی اینستیتوت تکنیکی داخل شد، ختم کرد و بعد ما چند بار جایی کارش عوض کردیم، سعی کردیم که موافقه دیپلمش کار کنه، اما یک روز رسید و گفت که من این کارا رو نمیتونم انجام دادم. و از آغاز ورزشگر بود، مربی است و بعد از آن که مثلا عشقش رفت دیگه ورزش دیگه بجوز ورزش، حتی ما سر دسترخوان هم میشینیم گاه میگیم خب بس بوده که درباره ورزش صحبت کردن. و بعد من مصلحت دادم که مادامی که مربی هستی باید اینستیتوت تربیت جسمانی را ختم کنی و این کار هم کردیم. فرزند 3 سارا ژورنالیست تمام کرد و حالا یعنی دیپلم دومش از کارگردانی میگیره. یعنی اینم یک کاری کرده خب خیلی به من نزدیک است. یعنی هم ژورنالیست و هم خب دیگه یک کمی سارا صابر شاید شنیده باشین، شکی بعضی کارهای هنری هم کرد، فیلم هم با اجراگری با بازیگری و بسیار میخواد کارگردان باشه، کارگردانی حرفه‌ای و حالا یعنی نزدیک است که کارگردان باشه. سروش برای اینستیتوت
تیبی چند بالش نرسید و بعد داخل شد کالج تیبی. حال ختم کرد. اینم در پی آن است که انستیتوت یعنی یونیورسیتی تیبی یونیورسیت است یا انستیتوت اونجا هم ختم کنه. ما موافقیم که حالا کار میکنه، یعنی اون طبیب شد. یعنی این کارا همه هر رنگ هر طرف، یعنی یک طبیب داریم، ورزشگر داریم، متخصصی اقتصادی و زبان انگلیسی داریم و کارگردان و رژیسور. ягон таи онҳоро ба майдони навор кашола накардед? نه، یعنی همه وقت من طرفدار نبودم، در هر سال تشویق نمیکردم، چون که میدونستم که کار مشکل است. یعنی یک کاری هست که آدم میتونه با بازیدن یک فیلم شهرت بیاره برای خودش، اما روزی دیگه میتونه به هیچ کس در کار نباشه. چرا این آدم خیلی دل شکسته میکنه. اگر آدم به همین خیلی یک روز هفته که به هیچ کس در کار نشوه، این تلخترین و از همه دهشتناکترین شاید لحظه هایی باشه که انسان روبرو میشه. برای من نمیخواستم که همین گونه تلخیر، همین گونه مزه بد اونا بچشن. استاد، من بدون تعجب گفتم میتونم که شما ستاره هستید، ستاره تئاتر، کینو. خدا رو شکر. اگر همین خیلی باشد، اگر شما مثلا محبت نکردید باشه، اگر همین خیلی، خدا رو شکر. منم گاه احساس میکنم، یعنی آدمای عادی در راهگذرا، در بازار، در نمیدونم جاهایی که هیچ انتظار نیستن و ناخواست میبینن و در یک لحظه میخوان محبت دنیا رو در سرت پاشن و از همین جا میگیم خدا رو شکر زندگی ما بیهوده صرف نشد. زندگی تا جای مثلا محبت مردم به دست آوردیم. خدا رو شکر. استاد، میشود حالتایی که همین ستاره بودن به دل کس میزند؟ شما میشود حالتایی که میخواهید که مثل انسان های عادی باشید؟ همین گونه حالت ها میشود؟ میشه، برای اینکه گاه فرض کردیم اگر من در اطرافم خانوادم باشه، گاه مثلا من میزنن در دستام، میزنن در کتفام، میزنن. آدم چه که وقتی آزادی میتونی پرتای آزاد بشینی، اما وقتی که اونا پا میزنن میگن پرتافته نشین خودت. خیلی آدما نگاه دارن. یعنی و بعد همین از من در این گپ گفتم که شما فهمید من چی میخوام گفتم. و وقتی که تنهایی در کوچه هیچگاه آزاد نیستی، یعنی همه وقت در زیر نظارت مردم هستی. برای همینم مثلا بلند خندیدن نمیتونی گاه ها. یک گپی را که مثلا در یک جا باید آزاد باید حرف زنی نمیگویی، برای آن که میگویی که حاضر نادرست میفهمن، نادرست فهمیده میشی، نادرست ترکتافکه میشه. برای همینم نگاه میداری جایی که باید با اشتها باید خوراک خوری و سیر شوی نمیخوری، میکنی برای آن که میگویی که مبادا نادرست نفهمن. یعنی همه این چیزا این مانعه هایی هست که آدمی که مردم میشناسن روبرو میشه. مثلا میری توی معرکه ها مجبوری که فرض کردیم خاموش رعایت کنی و یک کسی رفتار بدی تو را مثلا نبینن. یعنی باید اگر ببینن پس تو یعنی باید یا کسب عوض کنی یا راه باید عوض کنی. یعنی مردم بسیار میخوان در تو شایسته ترین هنرمند ببینن و تو باید حرکت کنی که شایسته ببینن. یعنی هنرمند باید همون سطحی که داره بلند هنر رو ببینن، نه اینکه یک آدمی رهگذری که یعنی از دهانش هر چی حرف میریزه و هر کجاش که بخواه میخوره و خب یعنی رعایت. از همین نگاه کمک من میخوام بگم که شهرت با انسانی همون هستی کو جور نیست. یعنی میخوای که خب دیگه مثل همه باشی، اما نگاه میکنی مثل همه نیست. چرا مردم علاقه تو را جدا میکنن و میگن که تو جوره همه نیستی، تو رعایت کن که تو شناخته همه میدونن. استاد، با یک موضوع دیگر میخوایم صحبتمون رو حسنی انجام بخشیم. باری خیر، به خوجند بوستانی کی رفته بودید و سبب سفرتون در چی بود و باز کی میروید؟ خوجند واقعا هم
یک شهری هست که خوجندی ها مبادا رشک نکنن و نگوین که حق نداری. چرا حق دارم؟ یعنی مثل زادگاه هم دوست می‌دارم. خوجند شهری هست که من به هیچ اصفهان و تاشکند و پاریس و نمیدونم کجای دیگه برابرش نمی‌کنم. یک این دریای آزاده سیردریا از میان شهر روان و اینقدر بزه بس و مردمش مردم خوب، شهر آزاده. رفتن برای من همه زمان مثل آدم وقتی که یاد میکنه و طرف زادگاه میخوای روی، هر بار رفتن خوجند به من یک لرزه فرا میگیره. من میگم چرا دوستای زیاد هست، خانواده های زیادی را میشناسم که نان و نمک خوردم، همکارای زیاد داریم، هم کورس هم هستن، یار و رفیقای زیاد داریم در خوجند باستان و یعنی رفتن هم وقت برای من عید است. و همگی ماه گذشته، حالا یک ماه نشده است، با یک کار ایجادی دعوت شده بودم برای خواندن یک کتاب جشنی که باید در یک روز من اون میخواندم. برای خواندن همون کتاب رفتم و رفتن و آمد حساب نه. روزی که کار کردم، البته 2 روز کار کردیم، انجام نشد. روز دیگه یک قسمت آخرش ماند، اون انجام دادیم در خونه که من به هیچ کس زنگ نزدم، هیچ کس آگاه نکردم که من همین جایم. فقط یک صورت ناخواست اینترنتی شد، بعد دیگرها فهمیدن گفتن کجای الکی من گشته آمدم. نقشه چگونه است؟ باز به نزدیکی سفر دارید یا نه؟ من خیال میکنم که تا 1 ماه دیگه حتما باید برای میرم یک بار دیگه خوجند میرم و چند بار دیگه شاید میرم. خدا نگه داره از این بیماری ها، از این چیزا. چرا سال گذشته 3 بار یعنی دعا گرفتیم و میریم، بعد گفتن که وضعیت خوب نیست نرفتیم. این سال حتما باید رویم، هم برای دوستا را دیدن، هم برای کار و هم برای سیر و سیاحت کردن. سپاس. البته مردم خوجند شما رو انتظار هستند با آغوش گرم خودشان. خدا را شکر. تمنیاتی نیک شما استاد عزیز عالی قدرم. من میخوام آسمان مثل آسمان امروز کبود و زمیناش مثل زمینای امروز سبز و هوا صاف و عنبر، یعنی با یک آلایشی بوهای بهاری همه زمان در فضاشون، همین گونه طبیعت، همین گونه آسمان، همین گونه زمین، همین گونه صدای خنده دخترها، سیر و گشت جوان مردها و فضای آرام و آسایشته و امنیت هم میخوام. همه آرزو دارم که هرگز در پاشان خار نخواه. آرزو دارم که مثلا همیشه خنده اونا را ترک نکنه و زنده باشن و همه زندگیتان و خانهاتون پوری گندم. بگذار. سپاس. بیننده عزیز، من به یگان ترس و هراس، به یگان دودلگی گفته میتوانم که الان ما با نفر همصحبت شدیم که شماره اخلاصمندانشان، شماره طرفدارانشان، شماره کفکوبیدن‌هایشان به این نفر خیلی زیاد هستند. شما دوستشون می‌دارید، ما باوری داریم به این. من تمنا میکنم که بگذار سالمی انا همین نفر یعنی استاد عزیزمان قربانی صابر رو هیچگاه ترک نکنند و باز هم سالیان سال توانسته باشند که سهم خود رو برای رشد تئاتر و سینمای تاجیک گذاشته باشند. استاد جهانی سپاس برای شما. تشکر. سلامت باشید. تشکر.